حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز از یک طفل 4 ساله به اسم عایشه که در بمباردمان نیروهای خارجی در ولایت کنر شدیداً زخمی گردیده بود و در حال حاضر در شفاخانه نظامی نیروهای فرانسوی در کابل بستری می باشد عیادت نمود. قرار معلومات دکتران معالج، عایشه از ناحیه سر و روی شدیداً جراحت برداشته. هر دو چشم و یک دست خود را از دست داده است و هنوز هم در بیهوشی به سر میبرد. دکتران معالج وی خاطر نشان کردند که عایشه باید جهت مداوای بیشتر به خارج از کشور فرستاده شود. رئیس جمهور کشور بعد از دیدن وضعیت عایشه و استماع سخنان دکتران معالج هدایت داد تا وی را هرچه زودتر برای مداوای بیشتر به خارج از کشور انتقال دهند. همچنان رئیس جمهور کشور از چند طفل دیگر که در حملات مختلف تروریستی از سوی طالبان جراحت برداشتند و در شفاخانه متذکره بستری می باشند نیز عیادت نمود و برای بهبود وضعیت و مداوای آنها به مسئولین مربوط هدایات لازم داد. قابل یادآوری است که به تاریخ 16 سنبله سال روان عایشه در اثر بمباردمان نیروهای خارجی در منطقه گنبیر ولسوالی و تپور ولایت کنر شدیداً زخم برداشت. در این حادثه 14 فرد ملکی به شمول تمام اعضای فامیل عایشه جانهایشان را از دست دادند.